نور معرفت. نور معرفت. سرچشمه علم و دانش، خرد و معرفت کتاب است. نور معرفت. توصیه کتاب‌های خوانده شده. روز بخیر شنوندگان عزیز، اینک طریق بخش نوبتی باز چند حرف در مورد اهمیت مطالعه توجه به کتابخوانی خواهیم گفت. واقعا هر یک کتاب و یا اثری که مؤلف می‌آورد کان گنج است، یعنی هر یک ادیب با هدف قلم به دست می‌گیرد. مطالعه آثار بزرگان ادبیات هدایتگر راه راست بوده ما را به عالم علم و فرهنگ، تاریخ، عموما جهان معرفت وارد می‌کند. همین است که ترغیب کتابخوانی روز از روز بیشتر می شود. مهمون این بخش برنامه ما سابقه دار فرهنگ و معارف، شاعری خوشکلام بانو شاکر و نیز ما و شما را به کتاب دوستی و کتابخوانی دعوت می کند. من خواندن کتاب‌ها برای من خیلی معقول است. مثل اونکه یک اصل را میخورد شیرین است. من انمی کتاب رو وقتی که میخونم انمی خیلی دائما هر کاری که میکنم کوشش میکنم که تیز به سمون رسونم نشسته کتاب خونم. از خورده من کتاب‌های مثلا ساتیم اولوغزاده رو، سوپی جوانی ما رو میخوندم. در آنها لحظه های همین قهرمانی اثر مثلا صابیر، سوپی جوانی صابیر تصویری افته است که انمون حیاتی صابیر به من تاثیر کرده است و خیلی شوق‌آور بود. من از سوپی جوانی ما حیاتی صابر رو خواندم و عبرت گرفتم و مثلی همون قهرمانی اثر حرکت کردم که به پیش روم. بینید صابر در بچگی چه زندگی داشتن، بعدن زندگی هاشون چه شد در دوران شوروی. انا همین رو خواندم، من رو به پیش می بود حیاتی صابری. و مثلا کتاب های صدرالدین عینی رو دوست می داشتم، می خواندم. قهرمان های تصویر کرده صدرالدین عینی و اون چیزی که به من بسیار تاثیر رساندگی بود اثرهای نویسنده هندو رابیندرانات تاگور. افسوس که من ترجمه های اثرهای رابیندرانات تاگور رو کم پیدا کرده تونستم. تنها مردی از کابل که استاد انور علیموف ترجمه کرده بودن، همون حکایه است. مردی از کابل همون رو در مجله خوجند نشر کرده بودن. انمان رو من یک بار خوندم تا هنوز همون برگشته اون رو میخونم، زیرا که زبانی اثر خیلی بلند است. حیاتی مردی از کابل مرا خیلی به شگفت آورد. اونجا یک دخترچه هست مینی نام دارد و مردی از کابل حیاتی خیلی پر ماجرا دارد. و باز یک کتاب به نزدیکی خواندم و مؤلفشون اینه بینید که فراموش شد درباره ترجمه حکایه های رابیندرانات تاگور رو نهایت من یافتم. باباخانوف بودن فامیلشون، باباخانوف. اون کس 2-3 سال قبل از دنیا گذشته بودن. کتابشون ترجمه حکایه های رابیندرانات تاگور، همون حکایه های رابیندرانات تاگور رو دوست می‌دارم، زیرا که زندگی مردمی هندوستان در اونجا عیناً تصویر یافته است. و وقتی که کتاب‌های مثلا کرامت الله میرزایف رو میخوانم یا اینکه معروف بابا جانو، اونها رو هم خوانده بودم. حادثه های همین در کتاب‌های اونها تصویر یافته کس رو به شگفت می‌آورد و برای آموزشی تاریخی دوران استقلالیت، برای آموزشی حیات امروز جوانان، همین کتاب‌های معروف بابا جان، بعداً کرامت الله میرزایف و بسیار نویسندگان ما خیلی اهمیتی کلان دارند. من بسیار کتاب‌ها رو توصیه داده میتوانم که آنها بخوانند. زمان من با فیروز بهرام هم صحبت شدم. به نزد اون کس رفتگی بودم. اونها اولین مراتب سالی چند بود که اولین مجله سیحون رو آماده چاپ میکردن و پس از اون صحبت در شماره های اولین سیحون من با اشعار فرزانه شناس شدم و قبلا استاد گلرخسار و لایق شیرالی، اثرهای بازار صابیر، میرزا توسنزاده، مومن قناعت، همه اثرها رو میخوندم
پسند دلم بود و انمی محض همین اشعاری دلانگیزی میرزا توسنزاده، مومن قناعت، بازار صابر، لایق شیرالی، گل رخسار صفی و معظمه احمد و روانش شاد بود و خاصتا اشعاری فرزانه خوجندی. باز یک تکانی جدی در حیات من محفل همیشه بهاری استاد خیراندیش باعث گشته است، زیرا که وقتی که اولی مرتبه به همین محفل آمدم نگاه میکنم که استاد خیراندیش شاعری بسیار هم جدی، چنون هم به خوانندگان به نسل نورس این محفلی کودکانه است، نسل نورس اشتراک میکنند، اما بسیار جوانان کلانسالان هم اومده اشتراک میکنند، زیرا که از این محفل به خود بسیار چی میگیرند، تکان میدهند. انا همین محفلی استاد خیراندیش مرا تکان داد که باز جدیتر به آموزش ادبیات کلاسیکی مشغول شوم و انا همین به من بیشتر آثار کلاسیکان جلال الدین رومی، سعدی شیرازی، میرزا عبدالقادر بیدل و من دیگر تمام شاعرانی کلاسیک بسیار زیبا می نویسند و من پسند است و توصیه می دیم همچون کتابدار، همچون آموزگار، همچون خواننده توصیه می دیم که از کتاب دور نباشند مردم. کتاب های زیاد بسیار نشر شده ایستادند و خیلی من افسوس میخورم که کتاب ها در زمان ما نشر شده ایستادند. اگر همین امکان یابند رفته همون کتاب ها رو خریداری کرده و خانه شون فوند کتابی تشکیل کنند برای تربیه آینده اولادشان، اولادی هم پدری هم مادریشان اهمیتی کلان دارند. کتاب چراغ دل، آینه تن، معلم نکوکار، برطرف کننده عیبها، تاج سر فاضلان، همسفر خوب، دوست در خانه، هم صحبت بیماران، مصلحتگر حاکمان، کان سخنهای مرغوب، باغ پرثمر، میدان گلپوش، کلید اسرار، برطرف کننده تاریکی، برهان قاطع، شارح نافهمی ها، حامی از کثافت، نگهدارنده بخت، آفرنده نعمت هاست. لوکا پینا، معرف پروری فرانسوی. البته مفهوم کتاب و کتابخوانی را زیر این گفته ها به خوبی میتوان درک کرد. مهم آن است که ما به کتابخوانی توجه و ذوق داشته باشیم و کتاب را بهترین دوستی خود دانیم. واقعا مطالعه کتاب، آثار بزرگان وطنی و خارجی همیشه بر منفعت بود و هست. علاقه مفهوم کتاب و کتابخوانی را زیر این گفته ها به خوبی میتوان درک کرد. مهم آن است که ما به کتابخوانی توجه و ذوق داشته باشیم و کتاب را بهترین دوست خود دانیم. واقعا مطالعه کتاب، آثار بزرگان وطنی و خارجی همیشه بر منفعت بود و هست. نور معرفت، نور معرفت. برگسازی ما کتاب و حکمت است. این دو معنی اعتبار ملت است. نور معرفت.